با مقصد تامین امنیت عضوخواری در جمهوری کشاورزان و برزگران شهر ترسونزاده از موسم تیرما و زمستان آمادگی میگیرند. برای سری وقت برآوردن محصولات پالایزی به بازارها در گرمخانه ها پامیدور و بادرینگ پرورش کرده می شود که امروزها ثمره خوب را به بار آوردند. در جماعت دهاتی جوره رحمانی شهر ترسونزاده 80% اهالی به زراعتکاری و باغداری مشغول می باشند. این پامیدور نو LP میشه، گالانسکی سورت میشه. این معنی همین نزدیک همین چی میگه سرطان میبه اوش پخته میشه، گرمی به همه چیز پخته میشه. ده من میوهش هست همین بسیار شده و کرده همین یک سرطان افتوش میخوره بعد همش شده میشه. 27 دکبر با همین تخمش گرفته ما پرنک وای کرد پرتافتیم بعد هم برآمده و کار دیم در زمین با بسیار اولا میشه همین وای کرده ما امسال که همتر دیر ماندیم یک نخال پامیدور حاضر تا 7-8 کیلوگرم میوه میکند. چون اینجا معلوم میگردد در گرمخانه ها طبق قاعده های اگروتکنیکی پامیدور و بادرینگ کاشت کرده شده است و جمع آوری بادرینگ شروع گردید و روزهای نزدیک محصولات پامیدور نیز از این گرمخانه ها به فروش برآورده می شود. گفت هینی صحبت معاون رئیس جماعت دهات اوید به ساحه کشاورزی میرزا رسول اسماعیلوف. جماعت دهاتی به نام جوره رحمانوف 306 عدد خوجگی دهقانی کار و فعالیت می نماید. از آن جمله زمین‌های کارم آبی 933 گکتار تشکیل می‌کند. از همون کشت بروقتی 622 گکتار کشت بروقتی گذراندگی، از همون سبزیجات پیاز، بادرینگ، پامیدور، کرم کشت کردگی. در عین حال جمع‌آوری حاصل بادرینگ شده ایستاده است. پامیدور روزهای نزدیک برآورده می شود به بازارهای جمهوری خودمان. تشکر. عموما این سال در حدود جماعت دهاتی جوره رحمان در میدان چند گکتار پیاز کش کرده شده است و عموما جمع آوری پیاز کی شروع می شود و نسبت سالهای گذشته این میدان ها کم است یا زیاد؟ این سال در مقیاس جماعت جوره رحمان پیاز بروقته 25 گکتار کش کرده شده است. نسبت به سال گذشته کم می باشد که روزهای نزدیک وجود علاقه من چه خیلی شاهدی آن هستید که روزهای نزدیک وجود جمع‌آوری حاصل سر می شود. با مقصد قناعت بخشیدن بازارهای داخلی کشور و پس نمودن نرخ و در بازارها دهقانان در صحرا مهنت‌های صافدلانه را انجام می‌دهند. جمع آوری پیاز نیز در صحراهای این خواجگی بعد از 10-15 روز آغاز می‌گردد. امسال نرخ پیاز کمی بالا رفته باشد هم سبب آن را دهقانان در کم کش نمودن و زیاد گردیدن خراجات‌ها ارزیابی می‌نمایند. به هر حال دهقانان ترسونزادگی محصولات پرورش کرده خویش را پیشکش مردم می‌گردانند. صابر جان سعیدوف، سیفالدین ابراهیموف، شهر ترسونزاده، جهاننما.